تو این ویدیو که الان روی صفحه میبینی بهتون گفتم که چجوری 3 تا 4 تا سناریو هر دفعه موقع پوزیشن گرفتن ممکنه به وجود بیاد. حالا تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چیکار کنیم برای هر سناریو آماده باشیم. یکیش این بود که قیمت میومد و اوردرمون رو باز میکرد و تارگتمون رو میزد. یکی دیگهش این بود که قیمت میومد و استاپمون رو میزد، حالا دیگه هر جا بخواست بره بعد. یکیش هم این بود که میومد اصلا بهش نمیخورد و یکی دیگهش قیمت میاد اوردرمون رو باز میکنه و بعد میره استاپمون رو میزنه و بعد میاد تارگتمون رو میزنه. خب این در واقع همینه. خب ولی با فرق این که ما درست تشخیص داده بودیم، یعنی این نیست که بیاد اینجا رو بشکنه بعد کلا بره دوباره لانگ بشه. ما درست تشخیص دادیم که این میاد اینجا یه اصلاح یا یه ریزش داره، قیمت اومده و اوردر ما باز شده، فقط استاپمون خورده بعد تارگتمون رو اومده زده. حالا ما چیکار کنیم که استاپمون نخوره و به جاش تارگتمون بخوره؟ برای اینکه ما یه راه مطمئن تر داشته باشیم میتونیم یه کاری کنیم و اون کارم اینه. ما به جای اینکه بیایم رو نقطه قبلی، ببینید اینجا من اینو بگیرم، اینم براتون بگیرم، ببینید اینجا تا اینجا رو ما اگه اینجا اوردرمون رو بذاریم و میذاشتیم بازم استاپ میخوره. پس تنها راهمون اینه که وقتی مقاومت قبلی رو میبینیم اوردر حتی بالاتر اون نقطه بذاریم و این باعث میشه که خیلی کمتر ما پوزیشنمون باز بشه. از هر 10 تا اوردری که ما میذاریم اینجا، یکی شاید باز بشه، ولی اینجا اگه باشه شانس بیشتری داره. حتی اگه پایین تر باشه همیشه شانس بیشتری داره، چون خیلی وقتا هم اینه. درسته اینجا مقاومته خب، ولی قیمت میاد تا اینجا بعد دوباره میریزه، یعنی ما با اوردرمون اینجا میبوده باشه، ولی در اصل ما اینجا میذاریم یا روی خط. هرچند که اگه بالاتر بذاریم سیف ترین حالتش این بالا، یعنی اگه بیاد بخوره بهش خیلی درصدش میره بالاتر که تیپی بخوره و سود بشه برام، ولی تعدادش خیلی کمتر میشه. اینو باید خیلی در نظر بگیرید. ببینید ما اینجا چند تا صد داریم، اینجا تعداد خیلی کمتر ولی سیف تر، اینجا تعداد متوسط ولی امنیتش متوسط، امنیت نسبت به این که پوزیشنمون استاپ بخوره. اینجا بیشتر استاپ میخوره، بیشترم اوردرمون برداشته میشه. اینجا امنیت کمتر ولی باز شدن بیشتر. حالا دیگه دست خودمونه که بخوایم کجا چیو بذاریم و چه موقع چه پوزیشنیو بذاریم. امیدوارم این ویدیو به دردتون خوره باشه. کانال رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم حتما بزنید، ویدیو رو یادتون نره لایک کنید تا ویدیوهای بعدی هم بذارم.